أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب ما و شما 16 درس یا 16 باب را گرفتیم از 22 باب صرفی و حالا باشد درس 17 یا باب 17 را خواهیم گرفت. هر کسی که این کتاب را دارد پس می تواند صحیفه 12 را بکشاید که در صحیفه 12 میگوید الباب السابع عشر، یعنی که باب 17 از 22 باب صرفی. همچنین بنده اینجا این را نوشته کردم که الباب السابع عشر، یعنی باب 17 از 22 باب صرفی. و فراموش نشود که ما و شما گفتیم 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شود. 6 باب ثلاثی مجرد است، این را ما و شما خلاص کردیم، و 12 باب ثلاثی مزید است. پس این باب 17 از بابهای ثلاثی مزید است. از 12 باب چند می شود؟ این باب 11. این باب 11 از بابهای ثلاثی مزید است. باب 11 از بابهای ثلاثی مزید و باب 17 از 22 باب صرفی. و همچنین فراموش نشود که باب 11 ثلاثی مزید از جمله بابهای هست که در اون 3 حرفی زیادتی هست، 3 حرفی زائده دارد. چطور ما گفتیم 4 باب اخیر 12 باب، 4 باب اخیرش 3 حرفی زائد می شود. یکم کلمه که 3 حرف زیادتی می شد، بابی که زیادتی می شد باب 15 بود، این باب استخرجه بود. دویم باب اعشه و شبه بود و سیوم بابی که 3 حرف زیاد می شود باب اجلوذه هست، باب افعوله هست. اکنون حالا میبینیم که حرفای زایده چی است، یا صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید درباره باب 17. میگوید که الباب السابع عشر، باب 17 از 22 باب صرفی، وزنه یعنی ترازوی باب 17 چی است؟ ترازوش میگه همین است که افعوله، دقت بتید واو تشدید دارد، شده دارد. افعوله یفعولو افعوالا، پس این ترازو بوده است. افعوله یفعولو افعوالا، این ترازو است. پس ما با همین هموزنی کلمه ترازوی ما یعنی موزون ما این اجلوذه هست. میگه موزونه یعنی هموزن همین ترازو اجلوذه، اجلوذه یجلوذو اجلوذن، این کلمه است. پس ببینید اجلوذه اصلی کلمه را ببینید، ف و عین و لام اصلی کلمه است. پس جیم و لام و ذال اصلی کلمه است. پس این کلمه را اصلش چی بوده است؟ جلذه. جلذه اصلش کلمه جلذه بوده است. جلذه یجلیذو یعنی باب دویم بوده است، باب ضربه یا ضریبو. پس این جلذه باب دویم را ما باب 17 برای چی بردیم؟ سببش چی است؟ صاحب کتاب بیان میکند، دقت بتید. خب و علامته، اکنون میگه نشانه باب 17، علامت باب 17 همین است که ان یکون ماضیه على 6 احرفین. میگه فعل ماضیش حساب کنید، میگه 6 تا حرف دارد. بیا دقت بتید، 1 تا 2 تا 3 تا و این 2 واو 5 تا و این لام قطع 6 تا، 6 تا حرف دارد. اینا دقت بتید.
الف و جیم 2 حرف، لام 3 حرف، دو واو قد 5 حرف، ذال قد 6 حرف. یعنی فعل ماضی 6 تا حرف دارد. پس از این 6 تا حرف 3 حرفش حرف اصلی است، 3 حرفش حرف زیادتی است. بیایید حرفای زیادتی را ببراریم. دقت بدید. میگوید که این الفش الف زایده است، یک تا زیادتی، و این واوها هر دوش زایده هستند. دو واوی هر دوش هم واوهای زیاده هستند، زایده هستند. پس ببین این الف با دو واو زایده چند حرف می شود؟ 3 تا حرف. همگی می شود 3 حرف. پس ف و عین و لام اصلی کلمه است. چطور گفتیم در اینجا؟ ببین این الف حرفی چی است؟ حرفی زایده است. این الف حرفی زایده است و این واوها هر دوش زایده هستند. پس جیم و لام و ذال جلده اصلی چه بوده است؟ اصلی کلمه. پس حرفای زایده را ما دانستیم که در اینجا چند تا بوده است؟ 3 تا. 3 حرفش اصلی است و 3 حرفش زایده. از 6 حرف 3 حرف اصلی است و 3 حرف زایده. خب اکنون میگه و علامت ان یکون ماضی علی 6 احرف، نشانش میگه همین است که فعل ماضیش 6 تا کلمه حرف دارد. بزیادت الهمزه فی اوله، میگه در اولش زیاده شدگی است همزه. ببینید الف ببینید زیاده است، همزه. در اولش ما همزه را زیادتی کردیم. در اولش چی را زیادتی کردیم؟ همزه را زیادتی کردیم. یک تا. والواوین بین العین و اللام، میگه دو واو با ما زیاد کردیم در بین عین و لام. ببین عین و لام کلمه ده واو دو تا را ما همراه کردیم. دو واو زیادتی، این واو شده دار یعنی دو واو است. پس ما دو واو رو یک جا چیکار کردیم؟ یک جا همراه کردیم. پس چند تا شد؟ این الف همزه با دو واو میشه 3 حرف زایده. 3 حرف زایده و 3 حرف اصلی. از این حساب است که این از بابهای ثلاثی مزید بابی 11 می باشد. اکنون بعد از این صاحب کتاب برای ما و شما میگوید و بناؤه. اکنون ساختی باب 17 برای چی است؟ باب 17 را برای چی عربا ساختگی هستند؟ مثلا باب جلد یجلدو، باب یکم، باب دوم، باب ضرب یضربو. از باب دوم باب 17 هم برای چی میبریم او کلمه را؟ چی فایده دارد که ما 3 حرف از زیاد کنیم، جلده را بگیریم اجلو و ذا بکنیم؟ برای چی؟ فایده اش چی است؟ میگوید که و بناؤه، یعنی ساخت باب 17 ایضا للمبالغه لازمی، همچنین برای مبالغه لازم است. با شما مبالغه لازم دیگر میدونیم، ما شما مبالغه لازم را میدونیم. مبالغه لازم یعنی فعل جلده فعل لازمه، متعدی نیست، فعل لازمه. همین فعل لازمه باز مبالغه میکند، زیاد نشان میتید. به مثل باب 12 هم نه. باب 12 هم چی گفته بودیم؟ باب حمیره. ببینید حمیره، حمیره یعنی سرخ شد، کمتر سرخ شد. وقتی باب 11 میبریم چی میشود؟ میشود احمر، یعنی بسیارتر سرخ شد. حمیره فعل لازم بود، احمره همچنین فعل لازم است، فقط مبالغه است، یعنی سرخش بسیار شد. اکنون جلده یعنی رفتن شتر، عادی رفتن شتر رو میگن جلده. جلده شتر آهسته آهسته رفته است، یعنی با خاص خودش میده میده رفته است، جلده. لیکن اکنون عرب میخواد بگه که شتر تیز رفته است. چی میگه؟ میگه که اجلوذ، یعنی بابی چندش میارد؟ بابی 17. بابی 17 میارد. جلده را اجلوذ بابی 17 میارد، معناش میشود شتر تیز رفته است. اجلوذ تیز رفتن شتر را میگویند، جلز رفتن عادی شتر را میگویند. پس تیز رفتن چی بوده است؟ وقتی میخواهند فعل لازم بگیم مبالغه کنن، زیاد نشان بدهند، پس جلده میکنن. اکنون شما در ذهنتون بگیرید چند باب برای مبالغه لازم بوده است تا امروز ما خواندگیمون؟ 3 باب. باب چند است؟ باب 11، باب 12، باب احمر، باب 12 و باب 16 اعشا و شبه و باب 17 باب اجلوذ. این 3 باب برای مبالغه هست. همچنین باز در آینده باز میاد که چند تا دیگر برای مبالغه هست. تا امروز ما شما 3 باب رو
بیناش ساختش برای مبالغه لازم است و بس که یگان تغییرات نمیاره، فقط در معناش زیادتی را نشان میتید و بس. اکنون میگوید که لانه یقال، زیرا اینکه میگه گفته میشود، زیرا اینکه گفته میشود که جلدت الابل، ببینید جلدت الابل یعنی راه رفتن شتر رو میگه. میگه که جلدت الابل اذا صار سیرا بسرعه، وقتی رفتن تیز رفتن که بگیرد شتر رو میگن جلده، رفتن شتر رو تیز رفتنش رو چی میگن؟ جلده. و یقال اجلوذت الابل، اکنون باز از این دم زیادتر تیز برود، یعنی که تیزیش باز زیادتر شود، میگفته که اجلوذت الابل اذا صار سیرا بزیادت سرعت، میگه وقتی که شتر برود رفتنی که با سرعت تیز، یعنی شتر دویده سه او را میگن جلده، اکنون تیزتر بدود او را میگن اجلوذه. پس اجلوذه تیز رفتن. ببین رفتن اینم رفتن است، یا دویدن اینم دویدن است، لیکن دویدنی کمتر آسته‌تر و دویدنی با سرعت بلند، یگون فقط در مبالغه در معنا شد و بس. مبالغه در چی شد؟ در معنا شد و بس. از این حساب است که ساخت باب 17 برای چه بوده است؟ برای مبالغه. و همچنین بعد از این اعرابش بیان میکنه، میگویم که حمیره اجلوذ الابل، این مثال رو در اینجا نوشته نکردم. اجلوذ الابل، اجلوذت الابل، اجلوذت الابل، یعنی که با سرعت بلند رفت شترها. خوب دقت بدید، اجلوذ فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، تي حرف تانيث، حرف علامة التانيث لا محل له من الاعراب، الابل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. این گپ‌های نحوی است، نه گپ‌های صرفی، از علم نحو است، لیکن در اینجا بنده جاش کردم. خب اکنون باب 17 با همین به آخر رسید. یک چند فایده های دیگری هست که بنده میخواهم اونها را به سمع شما برسانم و بعد میگذاریم در اشتقاق های 12 گانه. خب اگر رفتو که روز در کدام کتاب شما کلمه دقت بتید اجلیوذن، ببینید اجلیوذن، همین کلمه را در هر کجایی که دیدید اگر شما را سوال کنند که این از کدام باب است، شما میگید که اجلیوذن از خود باب 17 است، از باب اجلوذه است. پس بگن این یا از کجا برآمد؟ این یا میگیم انا همین دو تا واوی که در اینجا است، اصل این کلمه به این طریق نوشته می شود که اجلوذه، اجلیوذن، دقت بتید اجلیوذن، اصل کلمه این طریق است، یعنی دو واو قطعی. واو یکم ساکن ما قبل کسره، ما قبلش کسره کی هست، این واو رو ما قلب چی کردیم؟ به یا کردیم، این واو یا کردیم. از این حساب یا می نویسنش که اجلیوذن. این طور هم هست در بعضی کتابا، اما شما بدانید که اصلی همین کلمه است، اجلیوذن، این همین کلمه است، یگان کلمه دیگر نیست. این یک فایده، این فایده را در ذهنتون داشته باشید که این واوهایتش قلب یا میشده است در بعضی جای ها. این یک فایده. یک فایده دیگر از همین باب اینجا میخواهم بر ذهن شما برسانم که در کتاب‌های بعدی، در کتاب‌های بالایی انشاءالله اینها را با تفصیل میخونم، حالا مختصرا که شما معلومات داشته باشید. در بعضی کتاب‌ها یا که کسی سوال کند بگن اجلیوذن از کدام باب است؟ پس شما بگویید که از باب 17 هست. یعنی اجلیوذن این دو تا یا که هست، همین دو واو است، قلب یا شده گسته، همین دو یا قلب چی شد؟ به واو شد، دو واو قلب یا شد، همین کلمه است.
اجلیدن. پس بعض کتاب ها در اجلوده را به این طریق می نویسند. در کتابات ها نویسته بگیرید اجلیده، اجلیده. ببینید اجلیده دو واو دو یا میکنن. در بعض کتاب ها همین طور آمدگی است که اجلیده یجلیدو 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 اجلیازن مصدرش می شود. اجلیده یجلیدو اجلیازن. پس بدونید که از باب چنده؟ باب 17. وقتی اجلیده که میگن افعیل میگن، با مثل این یا میکنید. یجلیدو که میگن یفعیلو میگن، این دو دو یا میکنید با مثل این. اجلیادن که میگوید این دو یا میکنید، پس میگن افعیلن. پس این فایده هایی هست که در کتاب های معتبر و کتاب های کلان این قاعده ها را شما خواهید خواند. اما تا اون خواندن چند کتاب دیگر خواندن در کار است که به اینجا میرسید. از این حساب این فایده ها را در ذهنتون بگیرید و خلاص. اصل این باب را در ذهنتون بگیرید که اجلوده است. اما اون احتمالایی که گفتیم شاید این سوالا بشود، شاید این در کدام کتاب همین چیزا ببینید. پس شما در فکر نروید که این چی باب باشد و چی طور و چی گونه شد. پس انا همین طور می آید و انا همین طور خوانده می شود و نوشته می شود. خب اکنون با همین باب 17 ما و شما از 22 باب صرفی و باب 11 از 12 باب ثلاثی مزید با آخر رسید و بیایید یک جا این باب را مشتقاتش را می بینیم که مشتقاتش چی طور می آید. خب فعل ماضی باب 17 اجلوده هست. اجلوده. اجلوده را معناش چی بود؟ تیز رفتن شتر، با سرعت بلند رفتن شتر. اجلوده پس 14 صیغه دارد. یگان تغییرات که نیست. زود در شما خودتون میتونید که بگویید. چطوری که در بیدان خواندیم تا امروز هر یک باب در تکرار میکنیم که میتونید که دیگر آسانی را بگویید که اون تغییرات نیست. یعنی اجلوده 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 اجلوستم اجلوستم اجلوست اجلوستم اجلوستون اجلوست اجلوزن. 14 صیغه معلوم و بگیریم مجهولش کنیم قبل آخر را کسر و حرف اولی متحرک را دم و همزه وصل همچنین دم میشه اجلوده. اجلوویده 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 اجلوویستم اجلوویستم اجلوویست اجلوویستم اجلوویستون اجلوویست اجلوویزن. 14 صیغه مجهولش همچنین. بعد از این فعل مضارعش که چی میشود؟ یجلویدو 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 یعنی که شتر با سرعت بلند میرود در زمان آینده. یجلویدو. پس یجلویدو 14 صیغه دارد. یجلویدو یجلویزان یجلویزان تجلویدو تجلویزان یجلویدن تجلویدو تجلویزان تجلویزان تجلویزین تجلویزان تجلویزین تجلویزن اجلویزون اجلویزو. پس 14 صیغه مجهول معلومش باز مجهولش میکنن یجلویدو یجلویدو یجلویدان یجلویزان تا آخرش دیگر شما خودتون بگید. بعد اسم فاعلش چی میشود؟ مجلویدون مجلویدون یعنی یا شطوری تیز رونده. مجلویدون مجلویدون. پس 6 صیغه دارد. صیغه هاش خودتون بگید که مجلویدون مجلویدون مجلویزون مجلویزات مجلویزاتون مجلویزاتون. بعد از اسم مفعول چی می شود؟ مجلوذون مجلوذون مجلوذون. اصلا گفتم اسم فعل لازم است. این فعل لازم که است برای اسم مفعول کردنش با حرف با علا یا علیه یا بهی گفته با حرف جر متعدی میکنن. اما از باب تعلیم مجلوذون میشود که شما بنویسید 6 صیغه دارد. بعد از این فعل چی است؟ فعل جد است که لم یجلوذ یجلوذ. لم یجلوذ یعنی که تیز نرفت در زمان گذشته. لم یجلوذ تیز نرفت چطور در زمان گذشته.
خب بعد از این فعل نفی چی است؟ این 14 صیغه داره. 14 صیغه همچنین بگویید: لم یجلوذ، لم یجلوذ، لم یجلوذ، لم تجلوذ، لم تجلوذ، لم یجلوذن، لم تجلوذ، لم تجلوذ، لم تجلوذ، لم تجلوذ، لم تجلوذ، لم تجلوذن، لم اجلوذ، لم نجلوذ. 14 صیغه با مجهولش کنید: لم یجلوذ، لم یجلوذ، لم یجلوذ. 14 صیغه اش رو بگویید. بعد از این فعل چی است؟ نفی است که لا یجلوذ، یجلوذ، لا یجلوذ. لا یجلوذ یعنی که تیز نمی رود، با سرعت بلند نمی رود. چطور؟ در زمان آینده. این 14 صیغه دارد. همچنین به مثل فعل مضارع است. شما خودتون دیگر بگویید، فقط لا در لا نافیه را در اولش بمونید. بعد از این فعل امرش می شود اجلوذ. فعل امرش چی می شود؟ اجلوذ. اجلوذ یعنی که تیز با سرعت بلند برو. اجلوذ. پس 6 صیغه دارد فعل امر: اجلوذ، اجلوذا، اجلوذو، اجلوذی، اجلوذا، اجلوذ. نه 6 صیغه‌اش رو شما خودتون بگویید. بعد از این فعل چی است؟ فعل نهی. فعل نهی چی می شود؟ لا تجلوذ، لا تجلوذ. لا تجلوذ یعنی که تیز نرو، با سرعت بلند نرو. فعل نهی است. و این 8 صیغه فعل معلوم دارد و 14 صیغه فعل مجهول دارد. شما خودتون دیگر این را در دفتراتون نوشته کنید. بعد از این اسم زمان و مکانش به مثل اسم مفعول می شود: اسم مشترک مجلوذ. و اسم آلت از این باب نیست، اسم تفضیل از این باب نیست. پس اسم مفعولش اسم مشترک است که اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان، اسم آلت به همین وزن می آید و بس. مجلوذون، مجلوذون. پس این بود درس امروزه ما و شما. با این درس امروزه را به پایان رسانیدیم. پس شما خودتون میتونید که در دفترتون با یا همین کارها را بکنید: اجلیذ، اجلیذ، اجلیذ گفته تا آخرش، یجلیذ، یجلیذون، یجلیذون تا آخرش معلوم و مجهولش، اجلیذن که این مصدر هست. اینا را میتونید که شما خودتون دیگر تصریفات چطوری که کردیم با واو و یا را شما خودتون میتونید در دفترتون نوشته بکنید، به خاطر تعلیم و به خاطر یاد گرفتن و به خاطر عادت کردن به تصریف، به تغییر و به تلفظ کردن این اشتقاق ها و این کلمه هایی که ما و شما از یک فعل ماضی که از مصدر چطوری که گفتن عرب میگیرد در کتاب بدان ما و شما این رو خواندیم. پس درس امروز را اینجا به پایان میرسانم و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید و الله تبارک و تعالی هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید و الله سبحانه و تعالی فهمیدن حق و عمل کردن با حق را برای یکایک ما و شما نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی ذهن‌های یکایک ما و شما را گشاده بگرداند برای حفظ کردن و فهمیدن و دانستن این آلت‌هایی که ما و شما را به فهمیدن قرآن و سنت میرساند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تا درس آینده سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.